مثلا جمع‌آوری کردم که دایکندی چند نوع نباتات داره و چند تا پر از کاهو، گلپی، شستی گلک و للگ پیشی، سمنده و مرغنبی، للگ جوقاس و گل خیری، ریشی تکه و پیچه قاضی، گوشپره و پالی، شکرک و کوزتنی، سیخرک و غزبی، پودینه و بوجندک، تغخار و سختکنک، یامه و ترکک، سیاچرغو و افسکک، شلغم و زردک، سرشک و قلوخک، گندم و جواری، نخود و باقولی، ماش و لوبیا، تربچه و نعنا، جو و جودر، کچالو و چغندر، عدس و گال، مشنگ و شخال، لالگ کوکد و سوسن، شقایق و نسترن، پیچه مرغک و سفید گلک، گل گلاب و گل سنگ، بزباش و تترنگ، قوق و بوته، لولقشو و چاکه، جرخار و قرغنه، کرکرک و دوناله، کراج و ماشوله، اسپرزه و بنگ دیوانه، لگور و توسله، شکرک و زیره، ترکک و ایرمقرک، مرلوگ و کوده، کمی و بدره، خربوزه و تربوزه، اوشه و غیغو، راف و قلغو، کمرو و دنبه گسپو، لولوی اسب و بولو و ایل و چنگو، باینجان و کچالو، پیاز و کادو. خو اینمی رقم تا منجا گردآوری کردیم، اینمی دایکندی اینمی قدر نباتات داره.